بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوهایی که انسان بعد از مرگ میکند. ای کاش خاک میبودم. سوره نبا آیت 40. ای کاش برای آخرت خود چیزی میکردم. سوره فجر آیت 24. ای کاش نامه اعمالم برایم داده نمیشد. الحاقه 25. ای کاش فلان انسان را به دوستی نمی گرفتم. فرقان 28. ای کاش فرمانبرداری الله و رسولش صلی الله علیه و سلم را می کردم. احزاب 66. ای کاش راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی می کردم. فرقان 27. ای کاش من با آنها یعنی مومنان می بودم، حال کامیابی بزرگ حاصل می کردم. نساء 73. ای کاش با رب خود کسی را شریک نمی آوردم. قف 42. ای کاش راه برابر شود که دوباره به دنیا برگردیم و نشانه های الله خود را انکار نکنیم و از جمله مؤمنین شویم. انعام 27. اینها آرزوهایند که بعد مرگ لازم نمی شود. ای مردم، برادران و خواهرانم، گوشهایتان را باز کنید و گر بعد این هم نشنویم، در حقیقت کرانیم. بیایید اصلاح شویم تا در آخرت از ناامیدان نباشیم.